سلام تماشابینان شبکه اگروتک تی جی. با شما من یوسف عزیزов. شیرعلی رحمت اللهیov سردار رئیس تشکیلی خدمت رسانی طبی با مادران و کودکان و تنظیم عائله وزارت تندرستی حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان آخر هفته گذشته ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه این نکته را بیان داشت. تاکید نموده است که امنیت آذوقه از هدفهای استراتژی حکومت میباشد. مقامات تندرستی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کرده است که سال 2019 سال بی‌خطری آذوقه و طرز حیاتی سالم اعلام کرده شود. متاسفانه در تاجیکستان آن غذایی که ما استعمال میکنیم صفتاً موافق نیست. از این خاطر 38% زنها با وزن زیاد، 11% زنهای لاغر، 18% کودکان قدپست و 10% کودکان کم وزن به قید گرفته شده است. برای حل این مشکلی ما امروز تدبیرهای زیاد اندیشیده ایستاده ایم. اطلاع داده است رحمت اللهیov. این در حال است که اخیراً حکومت معیار فیزیولوژی استعمال غذا را به تصویب رساند که در اساس آن یک نفر در دوام یک شبانه روز باید 404 گرم نان و محصولات نانی، 111 گرم گوشت و محصولات گوشتی، 25 گرم ماهی و محصولات آن، 316 گرم شیر و محصولات شیری، اینچنین نیم تخم مرغ استعمال نماید. پیشنهادها در مورد سال 2019 در حال تکلیف می شود که در تاجیکستان به ساحه بخشیده شدن سالهای علاهیده به حکم عنعنه درآمده است. فعلا در کشور سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارد. گرچند که در تاجیکستان شیر و گوشت برای استعمال بسنده نیست، اما شهروندان کشور می توانند از میوه‌های گوناگون برزیاد استفاده کنند. میوه‌های از ویتامین بای برای تاجیکستانیان برزیاد دسترسند که حتی ساکنان کشورهای پیشرفته با آن دسترسی ندارند. در تاجیکستان معیار اساسی غذاخوری را مقرر کردند. موافق آن ساکنان باید خوراکشان را به ترتیب دارند. رویخط محصولات‌های اساسی دسترخوان هر یک تاجیکستانی در نمونه انشا کرده شده از غله‌دانه، گوشت، شیر، میوه، سبزیجات عبارت بوده. وزارت مقدار استعمال آن را نیز در یک سال معین کرده است. عادتاً چنین معیارها خصوصیت توصیوی داشته برای استفاده انفرادی معین شده است و برای تشکیل غذای عمومی پیشنهاد نمی‌شوند. از طرف دیگر معیارها به ساحه‌های اگروصنعتی و آذوقه‌واری امکان می‌دهد که کشور را با محصولات کفایه تأمین کنند. اگر به خوراک‌های آردی و نانی، غله‌دانگی و لوبیایی نگریم، موافق گفته‌های حکومت کشور باید این گونه غذاها در دسترخوان هر ساکن تاجیکستان جای کلیدی داشته خوراک اساسی بی‌خطر مردم کشور باشد. معیار استعمال خوراک‌های نانی و آردی در تاجیکستان برای یک فرد در دوام سال 147 کیلو تشکیل می‌دهد. این معیار در همسایه کشور قرقیزستان 91.17 کیلو، در اخیتا 110 کیلو، در امریکا 74 کیلو را تشکیل می‌دهد. ذکر کردن به مورد است که توصیه‌های پیشنهاد شده با نشان دهنده‌های حقیقی نه آنقدر طابقت می‌کنند. مثلا در روسیه استعمال انیق خوراک‌های نانی 118 کیلو را تشکیل می‌دهد که این رقم در مقابل 96 کیلو معیار مقرر شده حکومتی می‌ایستد. یعنی مردم بسیار از مملکت‌ها محصولات نانی را نسبت از آن که متصدیان ساحه معین می‌کنند زیادتر استفاده می‌کنند. اما استعمال میوه و سبزیجات در تاجیکستان نسبت بسیار دولت‌های اروپا و آسیا زیادتر است و نارسایی این گونه خوراکی‌ها به مشاهده نمی‌رسد. استعمال سبزیجات و پالیزی‌ها در تاجیکستان در یک سال برای یک شخص 166 کیلو را تشکیل می‌کند که همگی 3 کیلو کمتر از امریکا 169 کیلو که همچون کشوری پیشرفته‌ترین در ساحه خواجگیداری به حساب می‌رود. این معیار در قرقیزستان 128 و در روسیه 140 کیلوگرم را برای یک شخص در مدت سال تشکیل می‌دهد. از همه جالبش این میوه‌جات میباشد. در تاجیکستان در یک روز یک نفر بیشتر از 455 گرم میوه استعمال می‌کند که این برابر به 124 کیلو در دوام سال میباشد. در روسیه باشد این معیار در یک سال 100 کیلو را تشکیل می‌دهد. شهروندان تاجیکستان از نارسایی سفیده‌ها و نارسایی خوراک‌های گوشتی و شیری تنقیسی می‌کشند. تاجیکستان در این مسئله از همه کشورهای در بالا ذکر شده عقب مانده‌ترین است. سبب نارسایی خوراک‌های گوشتی و شیری را در کوهسار بودن قسمت زیادی کشور می‌حسابند. زمین‌های هموار پخته‌کاری می‌شوند و برای زیاد کردن سرشمار چاروا چراگاه‌ها بسنده نیستند.
اگر سرشمار چاروا در جمهوری نسبتی معیار زیاد کرده شود، ضرری کلان به جنگل و زمین‌های کش می‌رسد که محیط زیست کشور را خراب می‌کند و زیانش نسبتی نرسیدن این محصولات چندین بار زیادتر است. در روسیه به سر هر یک نفر در یک سال 73 کیلو گوشت راست می‌آید. در قرقیزستان 63 کیلو، امریکا 118 کیلو، استرالیا مشهورترین کشور استحصال کننده گوشت گاو برای استعمال 121 کیلو میباشد. اما در تاجیکستان سر هر نفر در یک سال 40 کیلو گوشت راست می‌آید. اینچنین کمبودی‌ها نسبت نارسایی‌های محصولات شیری نیز به مشاهده می‌رسد. نشان دهنده میانه محصولات شیری در امریکا، روسیه، قزاقستان در یک سال برای یک نفر 250-300 کیلو را تشکیل می‌دهد. در بعضی کشورهای به مانند آلمان و نیدرلند معیار استعمال خوراک‌های شیری 350-430 کیلو در یک سال تشکیل می‌دهد که این خیلی زیاد است. از 115 کیلوگرمی که در تاجیکستان برای یک فرد در یک سال معین شده است. یادآور می‌شوند که موافق معروضه نوی تشکیلات خوراکواری و خواجگیداری عمومی جهانی در آسیای میانه میلیون‌ها آدمان از استعمال خوراک سیر نمی‌شوند و یا خوراک‌های پس‌صفت را استعمال می‌کنند. از همه زیاد کودکان از نارسایی غذا تنقیصی می‌کشند. مثلا در تاجیکستان 300,000 کودک تا 5 ساله با مشکلی قدکشی دچار شدند. برعکس این مشکلی یعنی فربه‌شوی زیاد در کشور همسایه ازبکستان با نظرداشت 14.4% به مشاهده می‌رسد. سبب بیماری فربه‌شوی زیاد را متخصصان در میان عائله‌هایی که از معیار زیاد برای خوراک مبلغ صرف می‌کنند و یا برعکس در بین عائله‌های کمبغل که از غذاهای با صفت خودداری کرده از شکر و خوراک‌های روغن زیاد استفاده می‌کنند معین کردند. تحقیقات علمی عاید به غذا معین کرده است که خوراکخوری به مورد و بی مورد در بین جوانان مشکلی جسمانی و خرابی در مغز سر را به وجود خواهد آورد که این تهدید به گنافاندی ملت است. در نوبت دیگر لاغری و وزن زیاد خطر بیماری‌های سرطان، دل و قند را زیاد می‌گرداند. نتیجه به دست آمده تحقیقات ذکر شده نشان داده است که سبب انکشاف نیافتن کودکان از نرسیدن ویتامین‌های A و D میباشد و هنوز هم خف نارسایی این ویتامین ها دیده می شود. معین شده است که نرسیدن یود، ویتامین A و آهن در زنها و کودکان به خصوص زنان و کودکان دهات زیاد به چشم می رسد. تحقیقات ملی عاید به غذا در ماه نوامبر سال 2016 در 5 منطقه تاجیکستان از جمله ولایت ختلان، سوخت، بدخشان و دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز گزارنده شده است که در مجموع 4320 نفر جلب گردیدند. نتیجه تحقیقات نشان داد که سطح کم وزنی و قدپستی میان کودکان از 6 ماهه تا 5 ساله در تاجیکستان چنین است: کم وزنی در بدخشان 13.8%، سوخت 7.9%، ناحیه‌های تابع جمهور 6.1%، ختلون 5.1% و دوشنبه 4.7%. در مجموع در کشور 6.2% نسبت 8.4% سال 2009. قدپستی باشد در ناحیه‌های تابع مرکز 24%، ختلون 22.6%، بدخشان 22.4%، دوشنبه 10.5%. در مجموع در کشور 20.9% را تشکیل می‌دهد که نسبت سال 2009 2.8% کاهش یافته است. وزن برزیادتی بدن و فربهی اینچنین عامل‌های مهمی تهدید به سلامتی در مملکت‌هایی که سطح پست یا میانه درآمد دارند میباشد. این زمان در منطقه اروپایی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی از 30 تا 60% اهالی کلانسال و 20% کودکان وزن برزیادتی بدن داشته از فربهی اذیت میکشند. پنجشوی فربهی من بعد نیز می‌افزاید و بالاروی آن در بین طبقه‌های اهالی کم بضاعت زیاد می‌گردد. وزن برزیاد بدن و فربهی یکی از عامل‌های اساسی خطر پیداشوی بیماری‌های دیابت قند، دل و رگ‌های خونگرد و سرطان که در تاجیکستان نیز زیاد به قید گرفته می‌شود محسوب است. این در حالی است که 4.1% کودکان تاجیکستان وزن زیادتی دارند. بیشتر کودکان وزن زیادتی داشته در ولایت ختلان به چشم می‌رسد. در این منطقه 3.8% کودکان با مشکلی وزن حد زیاد گرفتارند. متخصصان تندرستی میگویند که نرسیدن ویتامین و مینرال ها این گشنگی ناعیان است که در جسم انسان بیماری ها را با وجود می آورد. یعنی اینکه ما به قدر امکان میخوریم و سیر میگردیم ولی اون چیزی که ارگانیسم ما طلب دارد
از خوراک‌ها نمی‌یابد. و سبب چنین حالت استعمال خوراک‌هایی هست که در ترکیبشان ویتامین‌های ضروری موجود نیست. سبب دیگری فربه‌شوی این کم حرکتی نیز به حساب می‌رود. معین شده است که 7% زن‌های قابل تولد در جمهوری از بیماری فربهی اذیت می‌کشند. از 23 تا 42% آنها وزن برزیادتی دارند. در مجموع 24 از 15% زنها وزن زیادتی و 13% گرفتار بیماری فربهی اند. گفته می شود که فربهی میانه زنها از همه زیاد در شهر دوشنبه به قید گرفته شده است و در حال حاضر فربه‌شوی میان زنها بیشتر در ولایت ختلان و سوخت تمایلی زیادشوی دارد. در برابر فربهی لاغری نیز میان زنها زیاد به قید گرفته شده است. طبق تحقیقات لاغری میان زنهای 15-49 ساله 8% را تشکیل داده است. قسم زیادی زنهای لاغر در ولایت بدخشان به قید گرفته شده است و از همه کم در شهر دوشنبه. غذاخوری کودکان نیز به طلبات ضروری جوابگو نیست. از یک طرف نارسایی غذای پرمحصول باشد، طرف اساسی دیگرش نداشتن معلومات کافی مادران در این خصوص می باشد. طبق معلومات‌های ملی عاید به عامل‌های خطر بیماری‌های غیر سرایتی، بیماری‌های قلب و رگ‌های خونگرد 38% فوت عمومی، 8% از فوت عمومی به بیماری‌های سرطان، 4% به بیماری‌های راه‌های نفس‌کشی و 1% به بیماری‌های دیابت قند منسوبند. خودی حاضر 21 از 2% شخصان 45 سال بالا در تحقیقات اشتراک کرده گرفتار دیابت قند بودند. همین را قید کردن ضرور است که موافق معلومات‌ها و زندگی و سلامتی ما زیاده از 60% طرز حیات سالم، 10% میراث از پدر و مادر، 20% محیط زیست و 10% از طب تاثیرگذار می باشد. و این تحقیقات آموزشی نشان می‌دهند که جمعیت سالم 60% از درست به راه ماندن این طرز حیات سالم به دست می‌آید. طرز حیات سالم نه تنها درست و سرغذا خوردن را، بلکه تمام زندگی ما و عامل‌های به آن تاثیرگذار به مانند درست کار کردن، خواب و استراحت و عیش و نوش آدم در مجموع این خود طرز حیات سالم به حساب می‌رود. یکی از عامل‌های تاثیرگذار به حیات و زندگی مردان این استعمال تماکو و میخواری به حساب می‌رود که اساساً تماکو کشی به مانند نازکشی در بین مردان وسیع پخش شده است. من در یک نوار خود در این باره معلومات‌های خوب پیشکش کردم. اگر تماشا نکرده باشید تماشا کنید. این عامل نیز مردان را با بسیار کسلی‌ها دچار می‌کند. در آخر من همین را قید کردنیم که برای از بین بردن بسیار از دشواری‌های طرز حیات سالم ما را اجرای بسیار کارهای ضروری و لازمه در پیش است. در آخر به کانال اگرو تک تیجی ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.